خدا رو شکر. یه داستانی هست بشنوید و خداوند رو شکر کنید، چون از برادر عزیزم حسین خواستم که معجزه‌ای که خداوند در زندگیشون انجام داده برای من تعریف کنه. شهادت شفای اصلا حالا میشنوید خودتون، من زیاد تعریف نکنم. و من خواستم ازش که تعریف کنه تا عیسی مسیح جلال بیاره و امروز شکرگزاری کنیم برای این کاری که خداوند برای این عزیزان. خانومش هم اونجاست، در پا بیستید. اون هفته اومده بودن بعد ما در دست زدن ماهر هستیم. خلاصه خدا رو شکر. میشنویم حسین جان؟ میخواییم پسرت هم اینجا باشه؟ اشکال نداره. ببینم خداوند رو شکر میکنم که این فرصت رو به ما داد در خدمتتون باشیم و مثلا از برادر رامز عزیز تشکر میکنم که این امکان رو به وجود آورد من بتونم شهادت بدم و اینو خلاصه وار من میگم خدمتتون که در حال نوشتن هستیم اینو که بدیم برادر رامز رو سایت قرار میدن، همه جزئیاتش رو میتونن بخونن. ناتان 8 ماه پیش تقریبا آب جوش ریخت از سر و چند سالش بود؟ دقیقا 1 سال و فکر میکنم 1 هفته یا 20 روزش بود. دقیقا خاطرم نیست، تاریخاشو دارم. 1 سال تازه راه افتاده بود. ناتان راه میرفت و توی روروک بود. فلکس آب جوش رو گذاشته بود مامانش که درش رو ببنده. ایشون با روروک سری میره و بند فلکس مسافرتی بود میکشه و آب جوش از سرش میریزه میسوزه. ناتان تو کوپنهاگ دانمارک و البته یکی از شهراش و ناتان رو سریع با هلیکوپتر به بیمارستان کوپنهاگن انتقال دادن. اوضاعش خیلی بد بود. 4 روز بعد از 4 روز بستری بود تو بیمارستان. ناتان به دلیل اشتباهات پزشکی که اونجا انجام دادن، داروی اشتباهی بهشون داده بودن، به کما رفت بعد از 4 روز. کاملا روز 4م به ناتان شوک قلبی وارد کردش زدن. ایست قلبی داشت. 3 دقیقه ناتان مرد. لحظه‌ای که ما بالا سرش بودیم طوری شد که طبقه 3 بیمارستان بود و طبقه همکفش کلیسا بود. ما مدام در حال دعا بودیم. من اینجا جا داره تشکر کنم از خواهر سیما تو هلند، همه ایمانداران رو در جریان میذاشت، همه دعا میکردن برای ناتان. به ناتان روز 4م شوک از 8 صبح تا 12 3-4 دفعه شوک قلبی زدن. بعد دکتر گفت که متاسفم 5-6 تا پزشک متخصص بالا سرش بود. به ما گفت متاسفم کاری نمیتونیم بکنیم و من دیدم ناتان مرد، قلبش ایست کرد. چون خودمونم تو اتاق آیسیو بودیم، مادرش افتاده بود زمین و منم همون حالت رو داشتم. من دست ناتان رو بوسیدم، صورتش هم بوسیدم، گفتم دیگه کیمیا ناتان مرد، من دیگه دعا بالا سرش هم دیگه نمی کنم، فقط میدوام میرم کلیسا، کاری ندارم. من ناتان رو دیگه تموم شد. یعنی این یخ کرده بود بچه. دویدم طبقه پایین کلیسا. طبقه پایین بود، 300 متر شاید فاصله داشت، بیمارستان خیلی بزرگیه. افتادم پای صلیب. یعنی این اتفاق وقتی وارد کلیسا شدم، من از دم در کلیسا باور کنید سینه خیز رفتم تا پای صلیب. زمین خدا رو لیس زدم. یعنی از خداوند خواستم تو خدای زنده هستی، تو من ناتان رو از تو میخوام. یعنی همون لحظه این اتفاق خیلی چند ثانیه بود، یک نیرویی از بالای سر من وارد شد. من اصلا چشام تار شده بود اون لحظه، نمیدیدم و منو پرت داد بالا، گفت برو بالا سر ناتان و من سریع بلند شدم، دویدم با لباس روپوشی که وارد اتاق ناتان می شدیم باید می پوشیدیم، اونم تو تنم بود، مثل دیوونه ها تو بیمارستان می دویدم. به محض اینکه در اتاق آیسیو رو من باز کردم، دکتر گفت ناتان قلبش کار کرد و دقیقا این روز 4م این اتفاق افتاد. تا روز 7م و خانمم اینو میگفت که همیشه میگفت روز 7م خداوند این دنیا رو
پیدایش رو به وجود آورده. من ایمان دارم که ناتان روز هفتم کاملا زنده میشه. دکترها میگفتن 1% احتمال زنده موندن بچه‌تون هست. همه اینا رو مکتوب من دارم و صدای ضبط شده دکترها رو دارم، عکس‌های تصویرش رو دارم همشون. ناتان دیالیز شد، تمام ناتان کبدش کلیه‌هاش از کار افتاد، دیالیز شد بچه و روز هفتم بود دقیقاً ناتان دیالیز شد، تمام خونش عفونت برداشته بود و خانمم اومد نشست بالا سرش یه صلیب فرضی رو کلیه‌اش کشید دعا کنه، چون قبلش دکترها گفتن که 21 روز بعد احتمال این که کلیه‌اش کار کنه وجود داره، احتمالش. و دقیقاً 1 ساعت بعد خانمم اومد یه صلیب فرضی رو کلیه‌اش کشید، دعا می‌کردیم. 1 ساعت بعد ناتان کلیه‌اش کار کرد. هرچی میگفتن خداوند معادلاتشون رو به هم میزد، یعنی دقیقاً اتفاق افتاد. و جالب بود دکتر میگفت ما باید از پوست پاش بکنیم به صورتش جراحی کنیم، بله کاملا از پیشونی سوخته بود تا این قسمت پاش. و 2-3 روز بعد یک دکتری اومد این قسمت صورت ناتان رو تا این قسمت پوستش رو کند، دید صاف مثل کف دست صاف پوست و جا چشمام سوخته بود. دکترها به ما میگفتن چشم ناتان سوخته، چشماش سوخته و من تصور بر این میکردم که دیگه تا آخر عمر این اگه زنده هم باشه من اینو روی ویلچر باید نگه دارم تا آخر عمرش. یعنی خیلی صحنه دردناکی بود و در این حال خیلی شیرین بود که شفای کامل رو ما از خداوند دیدیم. بعدن که دوباره دکترها اومدن دیدن صورتش خوب شده، گفتن پیشونیش باید جراحی بشه. 3 روز بعد دوباره پیشونیش هم با اون صورت اتفاق افتاد. دکترها خودشون تعجب کرده بودن و ناتان کاملا صورتش خوب شد. بعد از اینکه پوست صورتش کنده شد چشمای باد چشما خوابید. یه پزشک اومد باز کرد، چشما رو خوب نمیتونستن با دستگاه باز میکردن و بعد از اینکه باد صورتش خوابید چشما رو معاینه کردن، دیدن کاملا چشما شفاف سالمه، چشما سالمه، در صورتی که آبجوش ریخته بود. دکترها قبلا به ما میگفتن که چشماش هم سوخته. یعنی بارها هر روز من میرفتم یه پزشکی میومد ازش میخواستیم نگاه کنیم، باز میکرد با دستگاه نگاه میکرد، میگفت سوخته چشمای. خداوند رو شکر میکنیم که ناتان و خداوند ما، خداوند زنده ما شفای کامل داد به ناتان. یعنی خداوند ما خداوند ناقص نیست، خداوند ما خداوند کامله و من اینو می نویسم و تقدیم برادر آرامش میکنم که روی سایت قرار میده، جزئیاتش رو در خدمتتون هست. هللویا. ناتان عزیز، این دستا رو برای کی زدید؟ برای عیسی مسیح. خیلی کم بوده، اصلا به درد نمی‌خوره. یه جلسه داشتیم که فقط نیم ساعت دست می‌زدیم برای خداوند. آمین. زیبا بود نه؟ خدا رو شکر، خدا برکتتون بده. خداوند رو دعا می‌کنیم برای ناتان عزیز، برای این خانواده که اراده تو خداوند این بوده که ناتان زنده بمونه و تا آخر عمرش از کارهای زیبای تو به همه مردم اعلام بکنه. ما به تو اصلا شک نداریم، تو همیشه شفا میدی و خواهی داد و امروز هم شنیدیم که تو شفا دادی. خداوند کمک کن تا اون شفا باقی بمونیم و این شهادت را همیشه داشته باشیم که عیسی خداوند زنده است و او خداوند است. به نام تو دعا کردیم و برکت میدیم این خانواده رو. آمین. آمین. شکر. چند تا از عکساش هست اینجا. اوکی، الان نمیدونم میشه اینجا پخش کرد یا نه.